سلام برادر عزیز. یک تا لایفخاک دیگر. لایفخاک. اوکی. لایفخاک. ای فیض‌آباد امجا چوجه میرن میفروشن 5 سومی 4 سومی هم خیلی مردم میخرن. یک چوجهشون از زاغو میبرن. اینا از در مسکو هم برادر میدونه که 10-15 تا گرفت، 2 تاش موند، همش از زاغ برد در روز. دیگر هم خیلی زاغو میان میبرن چوجه را میخرن. برای همین خریدار کمه میگیرن تو یک وقت کلان شدنشون بسیار نگهبینی زیاد میکنن. انا برای هم برادرو لایفخاک باز پرابلم مو همین که قرود دو چکه دیگر سیار در بیرون در رفته و در شمال خاک کردن دکور شما میدونه. بغیر هم هست که سه یگو خوردنی میوه پیوه دیگر اینا را پرنده غم میدن. زاغ، غلبه، ماینه، کفتر، کبوتر دیگر ها غم میدن میان میخرن. شو تو که قلاوری میکنی یک لایفخاک پردمت کرده باز تماشا میکنی. انا همین را میگن لایفخاک برادرو. ای در جاهای ما 12 سومون ای ایده بودک میگن با فکر من با زبان روسی воздушная змея. اینا ساختش دیگه با طوری دیونا شد مثل عقاب، مثل بوشه ساختگی بسیار خوبه که در قریب پیش خونه میره کشول کردگیم. اگر دیور باشه همینجا یک بند دیوره اینجا بند ای خیلی بند کشتگی ای طرف با ای طرفه همین شاخ سفیدارم تا کشتگی بند نمیخیل مدگی ای ندیدیستی تو بالای خونه را در بینش همین بستگی ای رشته باری قطعی اینا خواه دیدی در آسمون ای پرواز کردیست است. اینا برادر عزیز ای سیمای یکی دیگه رفتیست است. ای سیمای او بالا در بند برادر عزیز. انا همین را میگن لایفخاک. همینجا هم خیلی یک تا میگیری کشال میکنی در شمال گشتن میگیره این خیلی دیگه پرنده ها غمت نمیتین. در اطراف خودت یگان غلبه زاغ طریقه گفتنی نیست. این برادر عزیز کسی که با پرنده ها قطعی پرابلم داره مرحمت یاردم تو که نه ما هم خرسند میشیم که لایفخاک ما یک کسی یاردم کرد. خیلی برادر عزیز باشه ما هم خیلی پرواز میکنه. در امان الله باشه تا بازدید.